بسته سازی بوم برای کار رنگ روغن رو بهتون آموزش بدم که خیلی به اشتباه بعد از جدا کردن مشنبای بوم شروع به طرح اندازی و رنگ‌گذاری روی بوم میکنن که این کار به خاطر بافت پارچه بوم اشتباه و باعث میشه نتیجه کارمون صاف و صیقلی در نیاد. مرحله به مرحله با من باشید تا آموزش این کار رو براتون بذارم. در مرحله اول ما به یه تیغ سوسماری احتیاج داریم که از وسط نصفش میکنیم و به پهنای انگشت شستمون قرار میدیم، جوری که وقتی که روی بوم میکشیم وسط تیغ روی بوم کشیده بشه، چون کناره های تیغ باعث پاره شدن بوممون میشه. این کار رو باید در همه جهات انجام بدیم که خیالمون راحت بشه، هیچ زبری روی بوممون نمونده باشه. در پایان دستمون رو روی بوم میکشیم که اگه یه وقت زبری چیزی روی بوم بود یا آشغالی بود اونو دوباره با تیغ برطرف کنیم. اینجوری ما یه بوم صیقلی و صاف خواهیم داشت. و بعد برای اینکه بوممون دچار خوردگی نشه و رنگ روی بوم کامل و یک دست قرار بگیره باید بوممون رو رنگ گذاری کنیم. بستگی به بک کارمون داره. بک کار من سفیده و من از رنگ سفید استفاده میکنم. رنگ ها هم بستگی به برندش داره. اگر میخواید یک کار خیلی خوب و تمیز داشته باشید بهتره از رنگ وینزور استفاده کنید، ولی از رنگ وستا هم خیلی ها استفاده میکنن و مشکلی نداره. رنگ رو روی بوم قرار میدیم و به صورت ضربه‌ای با قلم روی بوم میزنیم که رنگ کامل به خورد بوم بره و همه جا یک دست رنگ قرار بگیره. این کار رو باید در همه جهات باز انجام بدیم که خیالمون راحت بشه. بعد از اینکه همه قسمت‌ها رو رنگ زدیم با یک کاردک که جای شستی داشته باشه، یعنی همون قسمتی که یکم پایین اومده و سطح باریک و کشیده‌ای داشته باشه روی بوم میکشیم، جوری که همه قسمت‌ها صاف بشه و هیچ جایی نباشه که برجستگی رنگ مشخص بشه. این کار رو تا اونجایی که بوممون کاملا رنگ داشته باشه انجام میدیم که دیگه هیچ برجستگی یا فرو رفتگی نداشته باشه. بغلای بوممون اگه رنگ اضافه مونده بود با همون کاردک تمیزش میکنیم و بعد میذاریم رنگمون کامل خشک بشه. مدت زمان خشک شدن رنگ روی بوم حدود 4 روز تا 1 هفته است. بستگی به دمای محیط داره و ما باید مطمئن باشیم که این رنگ کاملا خشک شده. بعد از اینکه بوم کاملا خشک شد با همون تیغی که بومو تیغ زدیم که یکم کند شده دوباره روی بوم میکشیم که اگر برجستگی یا خط و خش یا اگر گرد و غبار روی بوممون نشسته اونا از بین بره و بوممون یک دست تر باشه. حواستون باشه که حتما باید خیلی آرومتر و یواشتر این کار بکنید، چون ممکنه رنگو بردارید و دوباره بوممون آسیب ببینه. این مرحله پایانیه و امیدوارم موفق باشید.